در میان لحظه جانکاه قبود، زیر باران خدا باز شنید. نازنینم، آدم، نه به اندازه تنهایی من، نه به اندازه عرش، نه به اندازه گلهای بهشت، که به اندازه یک دانه گندم. تو فقط یادم باش. یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فیه القرآن و افترست علی عبادک فیه الصیام، صل علی محمد و آل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فانه لا یغفرها غیرک یا رحمن یا علام. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام خدا به همه مهمونای خوب ماه خدا، اهالی ارجمند یاد خدا. وقتتون بخیر، خوش آمدید. قبول باشه طاعات و عباداتتون. الحمدلله تو این روزها و ساعات نورانی باز هم خدا ما توفیق داده که محضر شما سروران عزیز شرفیاب باشیم. افتخار داریم در این یک شنبه هم همچون 7-8 سال گذشته خدمت سرور ارجمندم مفسر بزرگوار قرآن کریم، استاد مهربانمون استاد سید محمد حسین عظیمی باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم. اگر موافق باشید خلاصه از جلسه قبل رو با شما ببینیم، برمیگردیم انشالله امروز رو آغاز میکنیم. منظور ما از مبلغ علم، کلمه مبلغ ارزش گذاری نیست. آخه تو فارسی موقع کلمه مبلغ استفاده میشه، مبلغ و قیمت مساوی و مرادف گرفته میشه. قیمت این چنده، مبلغ این چنده. در عربی مبلغ به معنای قیمت نیست، مبلغ به معنای اندازه است. ما معتقدیم، از قرآن برداشت کردیم که فکر میکنم درستم میفهمیم که هیچگاه هیچ کدام از افراد بشر بلا استثنا، هیچگاه هیچ کدام از افراد مخلوقات، چه انسان چه اجنه چه ملائکه، به نهایت و مطلق علم نرسیدن و نخواهند رسید. حتی انبیا، حتی اولیا، حتی پیغمبر اسلام خودشون هم همچین ادعایی نداشتن که ما همه چیز رو میفهمیم. علم ما مساویه با علم خداست. یعنی هیچ وقت هیچ پیغمبری نیامده بگه آقا هر چی خدا میدونه منم میدونم. قاعده مبلغ علم که چندین جلسه در موردش صحبت کردیم این شد که یعنی اون روزی که کار بشر تمام شود و تومار بشر و مخلوقات پیچیده شود، کل مخلوقات عالم آنچه که از علم دانسته‌اند ذره ای از حقایق و واقعیت ها بیشتر نیست. 2 مدرک برای این قاعده از قرآن تا به الان مطرح کردیم. یکی آیات والله یعلم و انتم لا تعلمون. دوم قاعده فقر، در حقیقت آیه 15 سوره فاطر. اما سومین مدرکی که میتونیم استفاده ازش بکنیم و این قاعده رو ثابت بکنیم، آیاتی است که سخن از احاطه علمی بشر
و اندازه احاطه علمی بشر مطرح کرده. یکی از اون آیات آیه 255 سوره بقره همون آیت الکرسی هست. آیت الکرسی رو مردم بینندگان عزیز معمولا حفظن. با این دقتی که ما نگاهش میکنیم، البته میدونید آیت الکرسی از رؤوس آیات قرآنه، از آیات رئیسه است. تفسیر آیت الکرسی از تفاسیر مشکله، یعنی خیلی سخته در مورد همه زوایای این آیه صحبت کردن. چندین جلسه پی در پی میخواد، اما من خیلی مختصر یه نکاتی رو پیرامون آیه خدمت شما عرض میکنم. بینندگان عزیز هم دقت بفرمان ببینیم مبلغ علم، اندازه علم بشر از این آیه استفاده میشود یا نمیشود. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. اولین صفتی که برای خداوند در این آیه مطرح میکنه زنده بودن، حی، و دومین صفت قیومه، یعنی قائم به ذات هست و دیگران هم قائم به او هستند. حالا این خدایی که حی و قیوم است چه ویژگی هایی دارد؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، نه چرت میزند خواب سبک و نه خواب سنگین نوم. یعنی اینطور نیست که یه لحظه کار از دست خدا در بره. خدا همیشه بیداره، خدا همیشه حواسش جمعه، خدا غافل نیست. له ما فی السماوات و ما فی الارض، مالک مطلقه، یعنی تمام موجوداتی که در آسمان ها و در زمین هستند ملک خدا هستند. لذا متصرف خداست، مسلط خداست. یادم یه وقتی یه قاعده گفتیم به نام قاعده ملکیت. ما یه ردیف قواعدی رو گفتیم. اول قاعده فقر رو گفتیم، بعد قاعده ملکیت رو گفتیم، بعد قاعده استقرار رو گفتیم، بعد قاعده اطمینان رو گفتیم اگه یادتون باشه. اون موقع من خدمت شما عرض کردم که اگر از من سوال کنن، هنوزم بر همین مطلب هستم بعد 5-6 سال، اگر از من سوال کنن که تکراری ترین مطلب قرآن کدام است، یعنی قرآن رو کدام مطلب بیشتر از همه چیز سرمایه گذاری کرده و بیشتر توضیح داده و بیشتر خواسته مخاطب به او توجه بکنه، ملکیت پروردگار. من فوری پاسخ میدم ملکیت پروردگار. تقریبا صفحه ای از قرآن نیست که به یک نوعی، به یک شکلی اشاره ای یا تصریح به ملکیت پروردگار نکرده باشه. اصلا مالکیت که میگیم مالک یوم الدین، یکی از اسماء خداست و اسمایی است که به نظر من از اسمایی است که اسمهای دیگه از او نشأت میگیره. یعنی خدا رب چون مالکه، خدا قادره چون مالکه، خدا عالمه چون مالکه. یعنی علت اسماء دیگره که در قاعده ملکیت مفصل توضیح دادیم، بر نمیگردم آنچه قبلا گفتیم. حالا اینجا دقت بفرمایید. میفرماد خداوند چرت نمیزند، خداوند نمیخوابد و مالک است. مالکیت او 2 تا ویژگی دارد. ویژگی اول این که مالکیت او مالکیت اعتباری نیست، مالکیت حقیقی است. ویژگی دوم این است که مالک علل اطلاق است، یعنی تمام موجودات عالم ریز و درشت مملوک خدا هستند. هیچ موجودی رو در عالم پیدا نمی کنید که این تحت ملکیت خداوند نباشد، مملوک خداوند نباشد. حالا مالکیت حقیقی یعنی چه؟ اینا بماند. نکته بعدی که در آیت الکرسی مطرح میکنه اینه: خدا بیداره، چرت نمیزنه و مالک مسلط بر همه عالمه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه کسی میتواند شفاعت کند بدون اجازه او؟ او مالکه، او مسلطه. هر شافعی خودش مملوکه. هر کسی بخواد حرف بزنه، این زبانش، این چشمش، این دستش ملک خداست. امن یملک السمع والابصار،
شما میخواید با این زبانتون حرف بزنید، شما میخواید با این دستتون حرکتی انجام بدید، با این پاتون میخواید جایی برید، بدون اجازه خدا که مالک شماست، مالک اصلی تمام موجودات است، هیچ کس هیچ کاری نمیتواند انجام بده. لذا و ما تشاءون الا ان یشاء الله. شما نمیتوانید چیزی بخواهید، شما نمیتوانید کاری بکنید مگر اینکه خدا بخواد، چون انرژی رو خدا داره به شما میده. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. یعنی هر اتفاقی که بخواهد در عالم بیفتد باید به اذن خدا باشد. حتی اونی که شفاعت داره هم الا به اذنه. بله. چرا؟ چون مالک اوست. ببینید فرق بین مالک حقیقی و مالک اعتباری اینه. این انگشتر مال منه، میگن ملک منه، من میشم مالک، این انگشتر میشه مملوک. من انگشترمو میگذارم اینجا، یه لحظه چرت میزنم، شما اونجا نشستید، میتونید بیاید انگشتر منو بردارید و انگشتتون کنید، میتونید در این تصرف کنید بدون اجازه من. میتونید این کارو بکنید یا نمیتونید بکنید؟ حتما. میشه این کارو کرد یا نمیشه کرد؟ چرا؟ چون من مالک واقعی این شی نیستم، مالک حقیقی نیستم. یه ملکیت اعتباریه، یه جعله، یه قرارداده. ملکیت خداوند که همون تسلط خداوند باشه ملکیت حقیقیه و خدا هم مثل من نیست که چرت بزنه خوابش ببره. اون مالکی است که بر تمام شؤون وجودی مملوک خودش مسلطه. ببینید الان این یه شیء، منم یه کسی هستم، من یه چیزی، این انگشتر هم یه چیزی. میگن آقا این انگشتر مال تو هست، اینو گرفتید. حالا من یه مثال دیگه براتون بزنم. شما تو ذهنتون یه گل سرخ تصور بکنید، تصور کردید؟ بله. الان شما مالک اون گل سرخ هستید، بیرون از شما هم نیست، درون شماست. گل سرخ رو پرپرش کنید، پرپرش کردید؟ بله. سبزش کنید، شد گل سبز، سبزش کردید. حالا پاکش کنید، میتونید؟ میشه دیگه. یه چیز دیگه تصور کنید، بلا تشبیه مالکیت خداوند بر موجودات عالم مثل مالکیت شما بر گل سرخی هست که در ذهنتون هست. ایجادش میکنید، تغییرش میدید، اعدامش میکنید، ابقایش میکنید. مالک حقیقی 4 کار میتونه بکنه: ایجاد 1، افنا اعدام 2، تغییر و ابقا. شما گل سرخ رو به وجود آوردید، پرپرش کردید، سبزش کردید، سرخ نگرش داشتید و یه زمانی هم اعدامش کردید. گرفتید چه اتفاق افتاد؟ ولی انگشتر اینطور نیست. انگشتر رو من ایجادش نکردم، یه کسی دیگه ایجادش کرده. منم ابقایش نمیکنم، چون ممکنه 100 سال دیگر این انگشتر بماند اما من نباشم و این درون من نیست، بیرون منه، جدای از منه. من خیلی مسلط به این نیستم. تا این لحظه حواسم پرت بشه شما میاد انگشتر منو برمیدارید، گمش میکنم. گاهی موقع دیگه اختیارش دست من نیست. اگه من بمیرم به ورثه میرسه. درسته؟ همینطور. خدا اینطوری نیست. لا تأخذه سنة ولا نوم. کسی که نه میخوابد نه چرت میزند، حی است، قیوم است، ایستاده بالا سر هم چیز و مالکه. له ما فی السماوات و ما فی الارض. هر چی از ملک خودشه. رابطه او و موجودات مثل رابطه، شبیه رابطه شما. گرچه اینم مثال خوبی نیست. گفت که مولوی گفت هر مثالی که من بزنم آخرش باید بگم خاک بر فرق من و تمثیل من. نمیشه خدا رو مثال زد به چیز دیگه. اما در این حال شبیه به اینه.
رابطه خدا با مملوکات خودش مثل رابطه شما و صور ذهنی شماست ها. لذا کسی نمیتونه تو کار شما تصرف بکنه. بدون اجازه شما کسی نمیتونه تو اون گل سرخی که تو ذهن شماست تصرف کنه. تو عالم هم کسی نمیتونه تصرف کنه بدون اجازه خدا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. بعد میفرماد که اینطور که شد، یعنی مالکیت که مطرح شد، خدایی که نمیخوابه، خدایی که چرت نمیزنه، خدایی که مالکه، وقت چه اتفاقی میفته؟ یعلمو، مسلطه دیگه. شما الان تمام ویژگی های اون گل سرخی که تو ذهنتون هست میدونید یا نمیدونید؟ حتما. چرا میدونید؟ چون صاحب اون، چون خودتون به وجودش آوردید. آره. شما مالکشید، مالک حقیقی هم هستید. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. شما میدونید این گل سرخ قبلا چی بود، حالا چیه، بعد از این میخواید چه کارش کنید. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. شما مالکید، چون مالک علل اطلاقید، لذا عالم علل اطلاق شمایید که فقط میدونید. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. اما دیگران چی؟ ولا یحیطون. دیگر من اونی هم که میخوابم، من اونی هم که چرت میزنم، من اونی هستم که مالک نیستم، من اونی هستم که یه موقع هستم یه موقع نیستم، یه موقع حواسم جمعه یه موقع حواسم جمع نیست. من نمیتونم عالم باشم. دیگران اگر علمی هم داشته باشن، نگاه کنید، ولا یحیطون بشیء من علمه الا الا بما شاء. دیگران احاطه ندارند به چیزی. نگاه کنید، اصلا صحبت تقلیله، کمیه، داره دلالت بر کمی تقلیل میکنه. به چیزی از علمش مگر به اون مقداری که او بخواهد. یعنی نگاه کنید به شیء من علم، نه، منتها این کلمه رو نگاه کنید، لا یحیطون به شیء من علمهی، نگفته به شیء من العلم. این که میگه من علمهی، علم رو اضافه به ضمیر میکنه، ضمیرم به خدا برمیگرده. یعنی چه؟ یعنی علم مال کیه اصلا؟ خداست. علم مال خداست، علم مال غیر خدا نیست. چرا علم مال خداست؟ چون خدا مالکه، چون خدا کسی بود که همه جا بود، حی و قیوم بود، چرت نمیزد، خوابش نمیبرد، مالک بود. پس علم مال اوه. اگر کسی بخواد بفهمه، یعنی باید علمی که مال او هست بهش برسه. به کسی نمیرسد چیزی از علم پروردگار مگر اون مقداری که خدا بخواد. آقا بریم آیت الکرسی رو از سوره بقره بشنویم با افتخار. برمیگردیم در ماه مبارک رمضان. چه آیه‌ای بهتر از این آیه؟ و هر یک آیه یک ختم قرآن هم هست. حالا دارن همین آیه رو هم تفسیر می‌فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي
ببینید در آیت الکرسی دو مطلب رو برهانی کرد. دو مطلب بیان شد و هر دو مطلب با برهان بیان شد. مطلب اول این بود که خدا میداند، همه چی رو هم میدونه. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. گذشته رو میدونه، آینده رو میدونه. عالم به ما کانه، عالم به ما یکونه. و دیگران چیزی نمیدونن. اگر هم بدونن شیء من علمه، اونم اون مقداری که خدا میخواهد. دو مطلب گفت. حالا این دو مطلب با برهان بیان شد. چرا خدا میداند؟ چون حیه، زنده است. هو الحی الذی لا یموت. قیومه، چرت نمیزنه، نمیخوابه، مالکه. همین کافیه برای که بگی او میداند. اگر یه حقیقتی رو شما بهش دسترسی پیدا کردی که او زنده است، او قیومه، او چرت نمیزنه، او نمیخوابه و مالک حقیقی اشیاءه، یعنی مسلط بر تمام زوایای موجودات هست، اونم تمام موجودات، پس در نتیجه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. گذشته و آینده هر موجود و هر کسی رو به طور کامل میداند. اما دیگران چی؟ دیگران نمیدونن، چون دیگران میخوابن، دیگران چرت میزنن، همیشه زنده نیستن، همیشه نیستن، اصلا باید باشن. اون کسی که همیشه هست خداست، دیگران نیستن. خب تا اینجا برهانی شد دو مطلب. بعدش یه مطلب دیگه میفرماد آیت الکرسی. فرماد وسع کرسیه السماوات و الارض. از حکومت خدا صحبت میکنه. چون خداوند مالک همه موجوداته و مسلط بر همه موجوداته و عالم بر همه چیزه، پس کرسی او، تخت سلطنت او تمام عالم رو گرفته. یعنی تمام عالم کشور خداست، تمام عالم مملکت خداست و خدا تنها حاکم بر عالمه. وسع کرسی السماوات و الارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. و حفظ این آسمان ها و زمین خدا رو خسته نمیکنه. برای خدا سخت نیست. حالا نکته‌ای که میخوام توجه بکنید اینه که ببینید علم مطلق یه پیش نیازهایی داره و یک درآمدهایی داره، یه نتایجی داره. پیش نیاز علم چیه؟ یعنی شما کی میتونید عالم بشید بگید من تمام زوایای وجودی یک چیز رو میدونم؟ حالا تمام زوایای وجودی همه موجودات پیشکشتون، تمام زوایای وجودی این انگشتر، کی میتونید بگید من همه جریان هایی که در مورد انگشتر رخ داده، چه در گذشته چه در آینده، همش رو میدونم، هیچ جهتی نیست در مورد انگشتر که من ندونم. یه ویژگی شما باید داشته باشید، باید نخوابید، باید چرت نزنید. اگه کافیه شما نیم ساعت بخوابید، خب نیم ساعت یه اتفاقاتی ممکن است روی این انگشتر بیفتد که شما رو ندونید. دیگر اینکه شما باید مالک حقیقی این شی باشید. ایجادش در اختیار شما باشد، افنا و اعدامش در اختیار شما باشد، ابقاءش در اختیار شما باشد، هر تغییری در اختیار شما باشد. هر صنعتگری بخواد تو این کاری بکند باید با اجازه شما باشد. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. یعنی هیچ کس نتونه تو این عالم تصرف بکنه بدون اجازه شما. اینا پیش نیاز علمه. اگر این طور باشد اون وقت شما میشه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خب اگر شما رسیدید به این علم، یعنی این ویژگی ها رو پیدا کردید، نخوابیدید، چرت نزدید، مالک شدید، عالم شدید، اون وقت درآمد این علم با این پیش نیازها چیه؟ قدرته و حکومته و سلطنته. شما میشی مالک الملک، شما میشی تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، شما میشی به یدک الخیر، شما میشی انک علی کل شیء قدیر. علم مطلق که آمد قدرت مطلق میاد.
شد یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. همه چیز فهمید. حالا که همه چیز فهمید، چون چرت نزد و نخوابید و مالک شد، اون وقت وسع کرسیه السماوات و الارض. پس سلطنت او تمام عالم رو گرفته و چون مالک علی الاطلاقه لا یعوده حفظهما، حفظ اینا براش سخت نیست. من به شما گفتم یک گل سرخ تصور کنید، ببینیم سخته یا سخت نیست. البته بعد بازم عرض میکنم مثال خیلی مثال بدیه، ولی خب من دیگه بیشتر از این به ذهنمون نمیرسه. گل سرخ رو پرپرش کنید، کردید؟ بله. دوباره جمعش کنید، دوباره تبدیلش بکنید به گل سرخ، رنگش رو عوض کنید، گل رو تبدیل به یک مثلا سیب بکنید، سیب رو تبدیل به یک میوه دیگری بکنید. اینا برای شما سخته؟ چون مالکشیم نه. چون مالک حقیقیش هستید. یعنی به تمام وجوده و به تمام جهات وجوده در اختیار شماست و درون شماست، از شما جدا نیست. لذا شما راحت میدونید تصرف درش بکنید، خسته هم نمیشید، اعصابتون هم خورد نمیشه. لا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. خب حرف ما در قاعده مبلغ علم همینه که چنین علمی که مستلزم چنین قدرتی است در انحصار خداست و غیر از خدا هر کس که باشد لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. هیچ پیغمبری نیامده ادعا بکنه آقا من بیشتر از اون مقداری که خدا میداند میدانم. هیچ امامی نیامده ادعا بکنه، هیچ دانشمندی در مورد دانشمند مذهبی در مورد هیچ شخصیت مذهبی تا حالا ادعا نکرده که آقا این یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و علمش شده مساویه با علم خدا. نه، ما معتقدیم بشر، تمام بشر روی هم رفته. یعنی اگر همه بشر، انبیا، اوصیا، اولیا و همه مخلوقات، ملائکه، علمشون رو بریزن رو هم جمع بکنن یه جا، همه دانش همه مخلوقات میشه لا یحیطون بشیء من علمه الا به. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از آقای لطفتون. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر. محتاج دعای خیر شما هستیم یا ایمان. تا جا خیلی متشکرم، سپاسگزارم. پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد خدا.